سلام علیکم. ارادت خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدید به آشپزبازی بعدی. میخوام از رو چجوری حدس میوه بزنم؟ از رو میوه این سایز هلو خونه یه نفر بیشتر تو کاشون، یعنی خونه 2 نفر. خدا بیامرز ارباب تفضلی که دیگه نیست شاد. بین ما و خونه ملیکا سجادی. هیچ جا دیگه هلو این سایزی خواهر عزیزم که حتی از انار بزرگتر، حتی با کله حامد میتونید قیاسش شکم رو من ببینید که ندید. خدا. بریم منو رو بخونیم و بریم سراغ بخونیم. برنامه. پیش غذا سالاد ماکارونی، سالاد ماکارونی، غذای اصلی کوفته و دسر خیلی خوش مزه خواهد بود. شره بادوم زمینی بود. نه، سره بادوم زمینی، کدوی بادوم زمینی، کره بادوم کدو ها، دسر کدوی حلوایی. حلوایی. چی شد؟ بخوریم؟ یعنی هنوز درست نشده؟ باید درست شه؟ خب خانم سجادی، اگه فکر کردی که با هویج بستنی میتونی جمعش کنی سخت اشتباهی. 6 تا کارت چالش داریم. خب همش هم سخته. هیچ راحتی در کار نیست. یه دونه‌شو انتخاب می‌کنی، میخونی، بهت میگم قراره چه اتفاقی. این من ببینم. باشید. آشپزی با چشم جان. با چشم جان یعنی چی؟ کجا یکی از نشون بدم؟ آیتما دو یا پیش غذا یا دسر دو. با غذای اصلیت کاری نداریم. چون غذای اصلیت به اندازه کافی خودش وحشتناکه. آره. خب با چشم بسته انجام میدی. ما کمک می‌کنیم ولی با چشم باز. یه بار دیگه یا با چشم بازم بلد. میخوای بستنی رو با چشم بسته بریزی؟ این کمک همینجا جمعش سر کنیم. رو میریزم فرق نه پس همون دسره رو. خب بستنیمو بده، با آب هویجمو بده. من یه همش بزنم. آره بذار. به 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 به. اومدیم بابا امشب به به. منزل بابا ملیکا، میدون بابا ملیکا. آب شده همش. طور هیچ طور. خیلی خوب چشما رو ببندیم ببینی که چه افتضاحی به بار بیاد. مثل که نمیدونی من کیم. چرا؟ بله. من آب هویجش میکنم دیگه. خیلی شبه دارکی رو قراره احساس میکنم داشته باشی. دوستان لذت ببرید از هنر بستنی ریزی خانم سجادی. هنرمندم. های خب بس چقدر بلدم ایوار رفت باید. همه اونا یه امضای کار داره. تو میگه آب هویج نمیخواستی با بستنی بخوری؟ این بستنیه داره میریزه. طوری نی دستمال میخوام. کجاست دستمال؟ تو دادش میرسه. کدوم ها فرق نکنه؟ نه فرق نداره، قدش مهم نیست. خدمت شما بستنی داره. اینو داشته باشیم به نظر 4-5 تا رو بشه. آره این زیاد نیازه. پر استفاده تا این عضو برنامه خواهد بود امشب. چشم بستم میخواد چیز درست کنم. شبیه بستنی قیفی همه جاشو باید لیسید. اینو فقط تو بابا ملیکا میتونید تجربه کنید. بله ممنونم. بابا ملی رو به صورت کافیه بابا متشکرم. ملی فرمودن. بابا ملی. بعد ما کجاشو آب هویج کنم؟ داری چی میکنی؟ بس اینجا میکنم. آب شده بستنی اذیتی نه؟ هی بدون میگم دیر شد. میتونی یه دونهشو بریزی بدون اینکه به جای بریزی؟ نه. اصلا دوباره کارو سخت از میخواست. نه حتی فکر نمیتونی نه بکنی این موضوع. اصلا. خب شما داری چی میکنی؟ تو قاچاق کم لذت میبرم. بستنی کاملا چون حرف مفصلی. این تو بخون مفصلی. آقا ما رو دعوت نکنید خونادو. ما که خونمون نشسته بودیم. اصلا قراری هم نمی‌بود. مثلا مغازه بودم داشتم می‌رفتم تو خونه. یه شب میریم یه جا پیاز عمدن رنده. پیاز دادن اینجا کار سخت‌تر می‌تونی. دوستان من به خدا قرار نیست بیام خونه شما کار کنم. یعنی چه؟ اسم برنامه حمال بازی نی که آشپز بازی. اپلیکیشن حمال 24. وای وای یا امام زمان. بنظرم کافیه. بنظرم کافیه. میخوای کارت عوض کنی؟ به خدا چشم بسته اصلش دور میندازم. من چشم بازم. چشم بسته پرت خوب جا 5 تا کارت داشته باشه ملیکا. خب چش حمالی مشهور این وقت. چش چطوری که بستنی به نسبت گیلاس کم اومد؟ می‌خوام استارت خوبی داشتیم خیلی بهم خوش می‌گذره. بله شما که کلا خب دوستان دیدید که میزبان تو بهترین شرایط خودش امشب شب میزبانه.
چند نفر حتی تو شمارش مهمان مشکل داره. آقا میکروفون داره اون مردو کر میکنه. سوال خیلی مسخره‌ای به نظر میخوام ازش بپرسم. حالا شده اصلا غذا درست کنی خراب شه؟ معلومه که بار اول که میخواستم تو خونم آشپزی کنم عدس پلو رفتم درست کنم. نه ما سرچ کردیم نوشته و آب زیاد برزید رو برنج. اقده برنج کردیم اقه آب. جای اشتباهی سرچ کردی. تو سایت نینی سایت ما زدیم اینو روشن کردیم دیدیم آب کم نمیشه ولی برنج پخته. آب هی میرختیم تو این سینکه دوباره دیدیم نه این کوفته شده. آب خالی کردیم با اعتماد به نفس کاور عدس و اینا رو همه رختم توش. عدس رو همونجور خامت و گونه ریختی؟ نه عدس پخته دادم. عدس و گوشت و پیاز داغ گوش کن همه رختم. بله ببخشید گوش کن دیگه داره حرف میزنه. اقده ای برنج نمیتونستی بخوری مثل که گل میخوری. ببین یه برنج اینجوری به هم بود عدسه و اینا روش میدوید. مثلا برنج که خوردی غذا رو؟ گوش کن چیندم گذاشتم بخورم دم دلم داره هم میزنه. دلم داشت هم میزنه. انگار یه بار خورده بودن یه دست پلو رو. کاش که خورده بودن نوشخوار شده بود. بعد بابا چه کردم؟ گفتم هی همه گوش توش کردم. من بخورم لب پارکه بهش گوشتا رو کی توش کردی؟ گوشتا رو باید اثر همه رو قاطی کرده دادم لا برنج رختم. باید هم لمس کنم. گوشت سرخ کردی دیگه. آره دیگه سرخ. حالا گوش کن. رفتم تو ژاپن گذاشتم. به یکی بدی بخوره بالا میاد. رفتم گذاشتم دم پارکه. به ولای علی یک هفته سگار اینا به غذا. سگه فرداشه بهش اومده زنگ بزنه. هم سجادی محبت می‌کنه که غذا بخوره. هر شب به امید رد می‌شدم دم پارکه اینم تکو خورده. یعنی فن نیستم بین زده بود. و نمیدونم گمی که چشم یه سگ خورد مرد ولی بعدش کافیه. کاشون چیز شده بود. آره یه بار رفتم مرغ درست کنم عجله داشتم خواستم ساندویچ مرغ درست کنم. مرغ با عجله نداری سگ نمیخوره. مرغ تو فریزر در آوردیم دیدیم یه نایلونه نصفش گیر کرده به این لا چیزه. آره گیر کرده بود در نمیدونم ما اصابمون نکشیدیم با نایلون انداختیم تو زودپز. بعدش که زودپز در آوردم استرشو گرفتم نایلونه دردم پخته بود قشنگ. اول پختی بهش آره قشنگ نایلونه داشتم. پس به سرطان هم کمک کردی تو. دوستان سرطانی رو هندل کردی. کارم درسته. خونه آدم درستی اومدید بره غذا. آره دوستان 115 رو هماهنگ کنید لب در باشه که به محض اینکه رفتیم تو کاره نمیدونم امرجنسی کال فعال نگه داریم به همه زنگ بزنه. آتش نشانی یه جایی تو تصویر نورای چیز میاد. یه بارم رفتم نون گرم هم سه نصف گشنم بود. نونه تو زمان چاقیم. نون سنگه که برداشتم گذاشتم بر تویی. یعنی کلمه دوستان چاق که ملی کامل فکر نکنم. چاق معمولی ها. چند کیلو بودی؟ 328 نیم. 20 کیلو حامد کمتر بوده. نه اون بیرام 20 سانت قدم فرقش بوده. تقریبا حامد بودم. حامدی در قامت زن. آره. خلاصه که نونو گذاشتیم بر توی رفتیم اونجا یه دوری بزنیم یهو دیدم آجر ساختمون بالا شد بابو هم چی بابو آجر ساختمون 3 صبح ساختمون آجر خیلی بده آجر کر میشی نو اتویی همینطور با ایجار دود گرفته اون همه سوخت. میگه رو چقدر گذاشته من نونم سوزوندم. یعنی نونو گذاشتی ولی زدی رو مثلا پخت استیک مثلا همچین چیزی. نمیدونم چی چیزا من هنوزم بلد نیستم با کار کنم هنوزم میزنم همینطور اینقدر دودگر هم تایازه ازم ملکا سالمی آره میسوز او هفتم یه قابلمه سوزوندم توش دوباره دوده را شد هست قابلمه ببینی سوخت توش یهو دیرم شور این انگار تو پلاسکو در بردن قابلمه که تو پلاسکو در ما سالمی تر بود. من ایدان فکر کنم چجوری گازی اتفاق یهو آخه دیدم دوباره صحنه نونه آقا این شکم من یه لحظه بگیره بذاره. تو این اندازه شکم من اصلا جا نمیشه اون تو فکر کنم بزرگ کرده اون تو لغت زده تو اینو دلش نصفه ما بوده دلمه توش بود. میریم به قسمت همور تایم رسیدیم. همور تایم
چیزایی که میخوایم با هم قاطی کنیم میشه همه رو به هم میپنگونیم. همبر میکنیم. مامان ملیکا بهش گفت لپه رو هم بذار، بعد گفت به مچه مادر من رو هم بذارم که یادم میره. همین بریم همبر تایم. شما بفرم من کاری که مادر بهم سپرده. سس مایونز رو میافزاییم. مادر دستگیر ایجاد. خب زیاد نی؟ نه خوب پرسپوس کن. از اون میپرسی زیاد نی؟ سلام ماکارونی. دروغ نگم یه بار دیگه هم درست کرده بودم قبلا. مرسی که را صادقی بود. دروغ نگم یه بار تبلیغ سوسیس کالباس دستاز داشتم، بعد به من مجبورم که گفتش باید چیز باشه درست کنیم. منم تحت اجبار منم به اجبار یه سالاد ماکارونی درست کردم که یعنی هم بشه دیگه آش تو مهاجت گرفته بودم الان. اینم امضای کارش. ها اون دوتایی به هم افتادید. ساندویچ سس. ساندویچ اینو اد کن. همه رو کاشون. ایناف. اوکی. Thank you so much chef. قرار رختم بشوریم؟ نه اینو کلشو توی هم برم کنیم. ما این حاله به حوز میذاشتیم و یه سپایه‌های فلزی شیلای توش. نه عزیز کهنه رو بده من هم بزنم شما صحبت کن. من چیزو بیارم. بودی حالا ماکارونی بیارم توش ریزیم. ماکارونی رو که آب کش می‌کردیم. آره آب کش. من زنگ زدم سوانح سوختگی اصفهانی هماهنگی کردم، گفتم ما ممکنه بیام خدمت شما. اجازه بدید ما بریزم. آره برس. یه کاری بکن. چه گرفتاری میشم. الیور تویست زمانت رو بشناس. آنه تکرار غریبانه روزهایت. آنه که خیلی گذاشتی. رستوران دستان کمیزه. خدا به سر شاهده که دستان کمیزه. همه اینو باید اد کنم. کم کم اینو اد کنیم. ترسم میگه دوب کفتر میدی جوری. کم کم اد کردم دیگه. من اینو خاموش کردم دیگه. خام ماشروم. مال همینه؟ نمیریزیم. آقا توشه هنو قارچ. میخواد نمیبینی؟ بده من. بفهم. ریش درست حامد کار کن. با دیلوجو کار نمی کنی. حامد کار نکرده مثل خودت هیچ وقت. مثل منه. بدتر تو حتی. بدتر من خب باز گاهی وقتی دیتکتور به فعالیت میندازه. اونه مثل هموس درستی همایی داره. اصلا بافتش مثل هموسه. یه نونو خوش بیار بزنید توی این سس با نونو خوش وحشتناک. با چیپس. اجازه بده من بیام اون بر. علی آقا من دیگه بیام اون بر. adding sauce. خود خاک بر سر من. وایسا نمک و فلفلش نکردیم سس. مامیا پشت صحنه. مامی رفتیم هندوستان. رفتیم هندوستان. یه موزیک هندی پلی کن به نظرم. نه میام الان نمک رو اد سیستان بلوچستان هندی. مادر میگه بس. مامان برنجان مام اینا شما هم بزنید من کم کم اد میکنم. ببینیم چی اد کنیم. این بدنش جا نداره برای چربی جدید دیگه. پس میزنه. چطوره؟ خوبه. خیلی بد بود. وایسا یه چیزی میخواد به نظرم. چی میخواد؟ به قرآن مجید دیگه فهمیده باشه اینو یه مقدار کم داره. فرانسوی نیازه. فیانه سس. امکانش هست دستمالو داشته باشم؟ یس. سپاس. You're welcome. چقدر مؤدبیم ما. Diese Kalbasperson meines du گوشت سینگ. برز بپاش. سگز داگز. نه ابوش معلومه درسته کالباس درستیه. گربز کال. رفتم چیز گرو خریدم. وای هر کاری بکنیم نگاه مردم نسبت به سس کالباس همینه متاسفانه. ولی تو این همه چیز گرو به نظر اینا گرو به حساب نمیاد. چی؟ میتونیم یخچال رو داشته باشیم تو تصویر. دوستان معجزه قرن رو نشون دادم. هیچ وقت شاید دیگه تو زندگی دارم چه چیزی نمیشه. نک. Thank you so much. مگه میشه؟ این چه اختراع شدی؟ این چه اختراع شد؟ Knock the door. این چه اختراع شد؟ دوستان این دیگه باید با ریخت تو چیزا سیمان قاطی میکنه دیگه یه جوری بزنید که همزن بریم همش بزنم. نه میدونی که همزن مال کار نی در حد بلدم. لپتاپ خاموش شدی آره لپتاپ خاموشه. برنجش شاید بسیار.
چشمان پر استرس مامان ملیکا رو نمیتونید شما برنجه ببینید رو؟ که اصلا اتاق خواب چقدر استرس. برنجر گفت هم بذار. ببخشید تو خدا زحمتم به میشه. هی آماده کار بذار. خب دوستان سیستم دو قاشقه رو فعال میکنیم. مثل سیستم ماشه مونه یه جورایی. لحظه اجازه بده. سیستم ماشه هم که فعال شد کنسرت جدی. آره یعنی چی نمیفهمم. خیلی خوب. مرفهین یعنی بی‌درد شلیک که کنم؟ متوجه نمیشم. ممکنه دیگه چراغ یخچال رو روشن نشه بعد موشه. اه با 3 تا باید بزنیم مثلا تا واه روشن شه. واه عجب چیزی؟ آقا زارم آره چرا خیلی روشن نشه؟ در اصل میزبان ما پشت صحنه. من سجادی میزبان کاور بنده هستم ولی دشمن زیاد دارم. آدمی که دشمن داره خب بد زیاد. چیزه شما اولین بله. باری که سالاد ماکارونی درست کردی یا اولین بار تبلیغ داشتم. تبلیغ بله. سوسیس کالباس چیز دستساز خونگی. آره هندمید سوسیس بهم کالباس. گفتن که میخوایم با محصولایی که براتون میفرستیم حتما غذا درست کنید. چه بلاگر اشتباهی رو انتخاب کرده. آره واقعا آدم اشتباهی رو انتخاب کرد برای این کار. من خیلی گفته خوب بودم فالوور پول گرفت. پسشون دادم. نه فالوور خوب گرفت خدایش. فالوور خوب گرفت. آره چه کنم مادر میگه یه چیزی رو برش بزن. Instruction 90 مامان من میگه از ریشه پیازچه. بزنه. پیازچه؟ پیازچه توش بریزیم. پیازچه بریز تو. کجاست؟ پاسترمون پیازچه کو؟ پیازچه که قاعدتا تو کمد تو سبزی خوردن هست میگه آره؟ یه پیازچه داشتی؟ نه یکی اصلا یه لحظه میتونیم بسته خورد کردن پیازچه ملیکا رو داشته زهر ما قدرت اینقدر قشنگ دارم. واقعا پیاز پدر پیازچه سوخت. چاقوی اشتباهی شاید ممکنه. به نظرم کافیه دست دارم. کافیه راست. آره، مامان کافیه. نمیخواد. کارو سخت از من نخواد. چرا میزبان اصلا چه بابت میزبان شدی؟ من اینا چیزی چرا؟ هم زدنی نداری اونجا؟ نه چرا؟ یه چیزی مامانم گفته با هم بذار. ویسک باشه خودم هم بخورم فلفل نمیدونم بخورم نمک مامان رو برنجه بزنم کی گرفت؟ دستکش میفرمان که بردارید و با با منی دستسازو. خیلی کافیه. نه من دوست دارم کارو تست کنم. چیو؟ دستکش کنم سجادی. دستکش بیارم؟ وایس. آروم باش. صبر. نفس عمیق بکش. مامان دستکش کجاست؟ از پشتت رد میشم. بفرمایید. جان همین این تو خوب. داستان قسمت اولین دستکشی که وارد منزل خانم سجادی میشه. بعد بگو گفتم دوستان در جریان باشن. وا شما کار دیگه هم داری اینجا یا نه؟ خوب بود. اینا نه. یه هوری ریز توش. کافیه کافیه؟ تشخیص دادی؟ میزنم شکر. بیا. یه راحت باشن. بذار بک استیج بچه‌ها راحت. من یه دو سب کن این نه ببخش تو که خوردی گفتی همه چیزش نه فلفل یه خورده میره نک دادی. یا بنده الله سلام. چیه؟ یخچال نداری تو کاوچو شیر بادام چیه؟ شیر بادام برای رژیم من. این تاله شیر بادام نخواه یعنی ما واقعا فقیریم یه علی. خورده شیر بادام تو رو بهم. نه نده نه نمیخوام رو سالاد ماکارونی شیر بادام بیار من بخورم حال کردم شیر بادام چیه منم نخوردم. اصلا خوشمزه اصلا. پس نمیخوایم نمیخوای اصلا. بخوری؟ چرا؟ ولی خوشمزه نی. من میخوام بخورم. آب بیار. باشه چشم شیر بادامو یه بیار. لحظه شیشه من- واکو شیشه رو واکو. شیشه شیر بادام پشت شیشه. آره تو قسمت شیر بادوماست دیگه نمیفهمی خوده. اینا رو فروشگاه داره؟ آره. چه فروشگاه ما نداره این چیزا رو. همه جا داره. پرچم و کم. آره آره. واقعا ما فقیریم هیچ حرفیه. من نه زایی رژیمم. حرفو. ما فلک زده ایم. چرا میگی شاید فلک؟ چاق نبودی که اینا رو بخوری. شاید چاق نبودی مگه دیگه. مطمئنی؟ یه لحظه نه خدایی سالاد ماکارونی آماده بنظرم. آماده دست بله. درد نکنه. دستکشه فیک بود. نه من زیاد کشیدمش. توقع رو من ساعت نداشتم. آقای دکتر اینجوری کشید. خواست جراحی شروع کنه. نه ما دستم. این از این دستم. نه تو حراج بخریدی؟ بابا یخچال دوماناک روشن میشه. مغازه‌ای که خریده یه ذره مشتری نداره فکر کنم واقعا. خنده است چه بابت فروشگاه‌های خانم خنده داری معتبر سراسر کشور خرید کنید بریم آماده؟ نمیدونم شما میزبانی نه، هی به من هم جواب خب می‌رسی. تو درست ببخشید میگه تو درست کردی. ببخشید حتی اینجا ببخشید شما من میزبانی بچشم. نمک میخواد. بشکو بش کن. دستکش میخوام ولی بعدش بردار. دستکش زیاد داریم.
دوستان ما رو دیگه از فردا میتونید تو قسمت یود درمانی بیمارستانه بیارم مایونز چینی دارن. چیلی با لپه با همون چیز نمیشه اولش از اول برن جداست که زندگی کوره عینک موجه دور تیر خوردی تو زندگی کوره بلد نیستم یه چیز دیگه باید بخونم حس میکنم اینجا باد کولر خیلی خوبه چه بگو بازم فلفلا ریختی تو سالاد ماکارونی ها نه کم میریزیم انقدر اون نمیخوره او اگه نخورده اعتقادی داشت که الان اونجوری نبود به من حجمه وارد کردی؟ حجمه جا میشه تو دیگه جا بر حجمه داری؟ بریم برای اد کردن مایونز چیلی. مایونز چیلی هم احساس کنم مینا جنبون دیدی که از این ور میزنی اون ور میلد چرا؟ از این ور میزنی این ور میلد سال ببسته بایستا ببینم نه 400 چندی؟ 400 و چندیم چی آقا این خورده استراحت پای من دم استراحت میکنم مامان 400 چندیم 404 ملیکا 4یم انقضاش 401 404 زده سوس 30 سال پیشو داره میرسه حالی تو نی به نظر خودت فکر مثل نکنم ژلاتین در میاد وایسا بچشم اینه یه نمونه برد گوش فردا بریم نیست، از مشکا به نظر همش اوکی اگه محصول تاریخ گذشته یه چیزی دارید یه دوجا ما میتونیم استفاده کنیم تو غذامون خوبه خدا رو شکر مامانش هست یه کارا رو جمع که من؟ میکنه یه مامانش نه من چی داری حرف مفت راجع به من مامان زنی؟ من مامان دستشویی حالت انفجاری هم داره خودش برای خودش این چیه؟ آقای دستکش لاتکس شیک تولید کننده اگری برنامه میبینی خاک همه عالم بر سرت کنم یعنی اجازه بده ما ببخشید که دیگه استفاده دیگه بهتون نخواد نه جراحی هم امشب تموم دکتر یه قبارت نازک باشه آقای شیک ای آقای شیک این چه مسخره بازیه خیلی بر من آخونم خیلی کوتاست این چه مسخره بازیه دستای خانم سجادی مثلا دست من از این ور خم میشه خانم سجادی دستش از اون ورم همینجوری میشه حالا میتونیم داشته باشیم بریم بیا نه بریم بیایم به شما نشون خیلی وحشتناک خب شما یه توضیح بده ببینیم چه کردی تا کوفته رو چجوری درست کردی کوفته رو واقعیت اول لپه رو از تو کابینت برداشتم دادم مامانم پخت بعد جسارتا دستکشار در آوردی آره گفتی کار نکن فرعون شما و ما کارگران اهرامیم بعد چی بود؟ حواسم پرت کردی به قرآنش نمیدونی چیه میگه حواسم نه بسته گوشت درستم بیرو آب شد بعدش اومدم دیدم مامانم داره گوشتا رو با پیاز علیرغم میل باطنی پیاز داغم سرخ کردم پیاز داغ بود تو سرخ کردم آره سبزی‌هاش هم مامانم گرفت و خورد کرد و شست و اینا بعد همه سسش اینا رو ماده که اینا رو همه پخت و بعد چه کردی برای سوالی که تو هم بزنی تو هم افریزر در آوردی آره کاری که من کردم سسشو که مامانم پخت گفت بچش چی شد چشیدم باری کردم منتظر بودم یه جایی وارد مهم تمام سسو چشیدم و خب مامانت گفت چیزی هم میفهمی ازش مامانم گفت معلومه که یه های شوری میخوام ما همین اصوب منایی منابازی است یعنی با صبح هم دوست نداره هیچی چرا؟ تو خیلی چیز دوست نداری کدو بادوم زمینی دوست ندارم کدو چی اسمشه؟ حلوایی کدو حلوایی دوست ندارم زندگی میده من مردشو رو زندگی رو ببینه چه کدو حلوایی میرسه میرم براش یعنی مال ما اینجوری خم میشه خانم سجی میشه دستاتون بله نشون انگوش رو بدید محبت کنید شیرین کاری خانم سجی یک و یک دو بگیرید بعد اینو سه و سه یک کوفتاش کنیم همشو بده این خوبه ما؟ خانم خیلی بزرگ نیست طوری نیست که مهمانهای مهمی نیستیم ظاهرا چرا؟ خب بزرگ نمیشه بچشم اینو علی آقا دیگه باید بره تو سس بپزه میشه چشید فکر کنم آره میشه خانم این خوبه عبادش همه پخته همه است پخته چیزاش همه شما گرد کن با 60 هول بده تو حلق من تو به بسکتبال نگفت علی من گربه چی نیستم میخواستم دستکش چیزش دنده بکن
نه باش شست هول بده دیگه. آقا دستکش میره. آقا من یه کاری میکنم که دستکش. خب دست که داری. بیا بریم. جارو برقی هم کش نداره که. میخوای با نایلون فریزر دست کنم؟ شما میتونی همینجوری بدون دست بدون هیچی. برم دستان بوش. یکی درست کو بخندیم. دستان بوش. درست کو برم بخند. بوش. دوستان باشه با هم هماهنگ نیستیم که ببینید که درست خاطر چه افتضاحی بود. بیا همینجوری بشوری کجا میری؟ من دکترا دارم. دستام درد میگیره با مایع ظرفشویی. دکترای چی داره؟ نمیدونم. دکترای اعصاب که نداره صد اخلاق داره. برعکس. بی نهایت وحشتناک. خب حرف مفت به من زدید؟ نه؟ ملیکا چرا توهم توته؟ چرا من باید اینجا باشم الان؟ باش. در جنگل های آمازون موجودی به تازگی پدید آمده شما کاهودو بنوش که فعالیت خود را در جنگل های آمازون به این تازگی چه میکنه؟ آغاز کرده است. تو جنگله؟ نه این ساعت بعد دیگه تبدیل It's fair to not land the jungles of the Amazon and the animals who going حالا شما to اندازت یکیه با اونا. نه دیگه. برنامه خوبی بود. وای روش بیاغونی. اون با شبکه مستند من صدا زده. من برسه کاهو رو اینجوری خورد میکنه. ایویک کاهو ادمین تصویر میگیره از رستوران ولی تو کاهو تو کردنش دیده. الان درست شد؟ خب ما نشد. گفت اینا رو بریزم تو سوپ. گفتم شاید شیکم هم تو کادره. هرچی مامی میگه همونه دیگه. ما تا الان کار مدیون مامی هستیم. اولیو یا آهنگ مادر به نظرم برام بخون. مادر من بده این پویاست مگه میشه من یه جایی بریم یه کاری نکنم. نه نمیشه. اپلیکیشن جدید کوزت 24 حمال 48ش کنید کنه رکسونا بیشتر میمونه حمالی 48 ساعت میمونه. تبلیغ رکسونا نشه. ما مامهای یونیسنس رو داریم 0% کار ایرانی هستش. آلومینیوم کلراید نداره. عرق منو خوش کن. بله خیلی فرش خیلی ببخشید تو کادرم. ببخشید ملونی که درست کنی تهش یه اینقدر اضافه میاد. آجان اینو زحمت چی میکشی؟ دایاته چرا روی فرشه ریسک نکنی؟ باشی قربون شما خدا انشالله به یخچالش درسته؟ آره خوردی کجیش کن داره میاد درست خوبه به نظرم کافیه. برو کافیه کافیه؟ بله من برم اون بر خلال پسته فرعون بزرگ بدم یا بادوم 2 تا کو ظرفه بیا جلو یه چی بده دود کنم یه بده جلو. یادم خوبه هم بیا پایتر یه خورده اینجا ظرف بپاچ مرکز ثقل ظرف شدت وسط ریختی باورت میشه بازم میخوای چرا دروغ بگم باز میبینم چشون. آفرین همینجاست. بله آفرین مگه میشه داری میبینی؟ نه والا حسابی داری میبینی؟ نه او تو کوچه اونجاست. همینجاست اینجا؟ آره خوبه دیگه حسیابی کو بقیه شو. نرو نه او تو سالاده جان بیام جلو ببینی چشم خوب با چشم بسته میگه فرق واسه بازم نداشت راست خدا فرق پر بیرانه میگه امام زمان به فریادم رس. ما گفته همیشه تو قابلمه مثلا سفره بفرمایید. برخیز که شور محشر آمد. دوستان حیات مذهبی میتونن امسال تو محرم سال دیگه میتونن از آیه نفس من گرفت فرج. بریم برای خوردن شام. اینجا گردوها رو میبینید بر فراز کوفته ها. بروم شادان به فلک آرچ ممکن بود کم بیاریم خدا رحم کرد. بریم. ارام مصر یادتونه؟
مشنگا وای میستادن دم در چیز توی خیلی زحمت زارتش. کشیدی خانم سجادی. خوش ببخشید درست شوخی کردی. که آره که او خوش بفرمایید. آخرش میافتی و خونه همسایه باید لد بیاره. آقا ببخشید دوستم افتاده تو خونه این سری بیفته پارش میکنه. این سری دوست بیفته پارش میکنه. آقا من درست کردم همکار که تو بکشتی. بکشم؟ پیش غذا چی بود؟ با پیش غذا باید شروع کنیم. بله تو زیر دستیه برس چرا شد لواشک هست چه بابا؟ لواشک می دستماله بره که چرکی شد چیزی چرکی شد؟ بکن پکوفوز که خیلی ببخشید دیگه با حیوانات که محشورمون بکن رفتن صورت دو تا بشقاب شما بندر دادی؟ یکیش برای سالاد ایشون بندر پنیر داره. او برای کوفته است محبت میکنیم کاسه به چی بود؟ هم کاسه برای دسر پامکین که من بهش حساسه من پامکین که میخورم پامکین که اونم میره بالا گو کجای خونش؟ پامکین میدونی یه چیزی ها انتخاب بدی خودت کم بدی تو دوست بله دوستان چقدر شما فشن. من بودید فینال آشپزبازی انجام شد امشب در اصل کافیه کافیه به اون بچه هم بده اون بچه داره میریزه غریبه. خودش اه. آره بچه مو غریب پررویه تو قربت پرروه سلام علیکم درخت آقا. سر بخورم بلند منم بله. رژیمم یه چیزی به جا نذاشتی دوستان جای همگی چه سوسی ریختیم چه مزه اسموکی داره این. اسموکی واو. تا پریرون گفتی دودی حالا شده اسموکی چه مزه اسموکی کارتون چیپس میخوابیدم الان اومده اینجا جا نمیشم کارتون یخچال میخوابیدم. جسارت میکنیم بانو مای قارچ میخوایم بخوریم بعدی میگه اسفامی لازم میگه که زرگ زودتر بخوره استوب. حامد سرعتش بالاست یه کاری بکنی سرگرم باشی تا ما بخوریم دوباره همینو میکنم. کندیشو دوست داری؟ مزه اسموکی داره. مایونز چیلیه دیگه که 3 لیتر بازی در بردی گفتی نریز همینه الان گل شد دوستانی که قرقر میشه نه واقعا عالیه بس در نکن خیلی کار. دست مامان درد نکنه بس دو تایی در نکن مامان مامان یک خوابید بکنم مامان یه مرد ممنون. سیاه هات گو بلد تو به شخص شما مامان خود گفت که باشه افتخار بنده است. بیلیکای مال چیه؟ این لیوانه چرا 24 چاروسه خاطر لحظه گیم مال چیه جاش همونه ببخشید ما اینو گلدون دست استفاده پشتش بگیر میکنیم که ببخشید ببینم اینجوری فکر کنم دستتو میذاره تو این چرا نه نمی‌فهمی من یه انگوش زیاد دارم اسم میکنم. آنجا دستتو پشتش بگیر که رو صورتت فوکوس نکنه و اونو نشون بده وای کاور میشونم آخه دستم نمیرسه پشتش. همچنان نظر بدم عالیه محشر بی‌نظیر هر که به امتیاز میده هست خوبه امروز یا دیروز خانم همسان کوفته درست کرده بود بعد نه مامانم شمال نبود کسی نبود برام درست کنه. مامان ممنون. اصلا به ابعادت نمیاد مظلومیت باش که خدا چیز دیگه می‌خواسته واقعا دسر اسمش چیه؟ دسر کل حلوایی دسر کدو حلوایی چرا خوشم باید میاد. داشته باشیم؟ چون فوق العاده خوشم اولین بار به ذهن کی رسید دسر کدو واه. حلوایی؟ نمیدونم باید من خود خیلی درگیر آقای بفرمایید اسکیزوفرنی خدمت شما ممنون. یعنی یکی خونه نشسته بود آره گفت چه کنیم چه نکنیم بریم دسر دسر کدو کدو حلوایی حلوایی درست کنیم کدو حلوایی یا خواد ترشید آره بوی کاچی میده کاچی تا نخوردم شما چی میگیم به کاچی؟ آمه بریز برش من الان تو علیه تست میگم باشه، خوشم میاد. بعدش هزار بار گفتم به یزید نگید برنامه بسازه. بمیرم مثلا دیگه نمیخورم. گناه داشت این کجاش گناه داره؟ آقا اینو به من امتیاز بده. بیا بیا خاک بر سرتو بکنم بیا همش مرد مرسی.
بریم سراغ بخش امتیازی و دمیان ساید. خب تست کردیم هر آنچه که باید تست می‌کردیم و بریم سراغ امتیازات. پیش بله. غذا رو چه امتیازی میدی؟ پیش از چی میشد؟ وای سالاد ماکارونی سالاد. چقدر زشت. من چون تند بود دوست داشتم. جدی؟ یه امتیازای پیش غذا. من نیم کم کردم برای تندی. آخ باش اصلا دست. بیا علی خب بیا. نه یا اول مرسی. ممنون. سیاره چقدر تند کشید. غذای اصلی باورت نشه اولین امتیاز کامل رو بنده ما غذای اصلی تقدیم. رو جسارتاً چون خواهش میکنم سختگیرم. شما راحت باشید، بنده امتیاز کامل رو دادم به غذای اصلی. مامانیم نبود، مامانیم برام درست، یعنی اون یکی مامانیش بود. شما کار هر مامانی نیستی. و دسر کدو حلوایی. به نظر من بوی اتکلون، مزه اتکلون، بابا حس امتیاز به اتکلون سامان میداد. گل چشم. من مردم برای این دسر. خیلی حال کردم باش، خوشم میومد. بنده شما هیچ علاقه‌ای به اون جسارتاً محصول نداشتی. از هالووین بدید. آره و اینکه دیگه زدی همه که گوشید که بهش نشون بدید. خب اینم از آشپزبازی با و چقدر میهمان نواز. فوق‌العاده. از مامان ملیکا خیلی میخوام تشکر ویژه بکنم. تشکر خیلی ویژه. واقعا بنده نوازی کردن. خیلی بنده نوازی. چه دل نواز اومدم از دوست خانم سجادی یه مقدار اعصابش به هم ریخته بو ولو. خانم نماینده که عقبیتی به ما کردی. خانم نماینده به نظرم جمعش کنیم همینجا بگیریم. در لنزو نمیذاری؟ واسیلت برو چنا برو خودم میگیرم. در لنزو بشورم.